مریم شما؟ سلام علیکم استاد جان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان مثلا الان تو خیلی به خاطر پرسان شدم و الان فرزند پدر دارم همسایه‌ای که از همین هم ثواب است که شما نیتتون رو دوتا کنید، بگوید پرسان کردم. پروردگار از من راضی شود، به همسایه نیکی کردم ثواب میگیرم، به قلب کودک حتی خرسندی داخل کردم من ثواب میگیرم. پیامبر صلی الله علیه و میگن در تمام جاندار، به هر جانداری حتی حیوان خوبی کردی ثواب میگیری. نیتتون اگر این باشد که الله راضی باشد از همین کاری، من یک کاری خیر است حتی کودکم باشد هم ثواب میگیرید. اما مقصد فقط یعنی در اینجا یگان خیل رضاگی الله نیست. نیت شما فقط اینکه کودک خرسند شود یا همسایه از من خرسند شود گفته. در اینجا گفتم که نیت کارها رو از عبادت به عادت و عادت ها رو به عبادت تبدیل میدهد. اگر نیت شما رضاگی الله باشد که هر خیری که هستن، در درس گذشته خواندیم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، کوچکترین خیر با یک کاسه افقاد باشد هم ثواب دارد. با این نیت کردید البته ثواب میگیرید، هم از طرف پروردگار ثواب میگیرید، هم تشکری همسایه یا گفتیم خرسندی کودک هم به شما میرسد. اما اینجا فقط مقصد رضاگی آدمی زاد باشد اینجا ثواب ندارد. و یک برای همین خواهران عزیز بعضی علما میگویند همه کار آسان است و نیت را ثابت برای الله کردن آسان نیست. یعنی دلی شما چیکار نکنید هم به نیت ها هر چیز اومده اومیخته می شود. یعنی نیت رو خالص برای الله داشتن خیلی از انسان حرکت و جهاد با نفس و جهاد با شیطان و جهاد با خودخواهی ها می خواهد. برای اینکه نیت شما چی باشد؟ خالص برای الله باشد.